برنامه خبری رادیو زودیس مستقیما پیشنهادی شما و من شالوی گلخوجه همراهتون قبل از تفصیلات خبرگزاری شو به سرخط موضوعی امروز 24 اکتبر توجه کنید. ایسوری نگرانی از سرنوشت خبرنگاران رادیوی آزادی. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت از مشکل دوامدار کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان در تشویش است. از مدال برنجی قهرش آمد و مدال طلایی را به تاجیکستان آورد. سامان محمدبеков جوان پهلوان تاجیک را در فرودگاه دوشنبه با تنتنه پیشواز گرفتند. رنگ بینو هول پرس و چرا اثبات کمبیزاتی در تاجیکستان گاه تا چند سال طول میکشد. یکی از چنین اویله ها میگوید روز تا روز قشقتر می شود. پیش مثل چی میشه دارو میگرفتن حوزی فقط یک 5% میرسد دیگه این حالا دیدیم. سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان از مشکل خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. هارلم دیزر مسئول این سازمان 23 اکتبر در توییتر نوشت از مشکل دوامدار کارمندان رادیوی آزادی در تاجیکستان در رابطه با دریافت اجازت کار نگران هستم. هارلم دیزر از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است هر چه زود راه حل پیدا کنند. دیروز سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان نیز با نشر بیانیه از مشکل ثبت نام خبرنگاران رادیوی آزادی صدا بلند کردند. از 1 نوامبر اجازت فعالیت 9 کارمند رادیوی آزادی در تاجیکستان به پایان می‌رسد. 5 خبرنگار از حق کار محروم می‌باشند. وزارت کارهای خارجی نامه‌های رادیوی آزادی را درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران در تاجیکستان به پاسخ گذاشته است. در بریتانیا ماشین بارکشی را پیدا کردند که مقامات و کارمندان پلیس را وحشت زده کرد. در داخل این ماشین 10 جسد بود. پلیس حادثه را فاجعه وحشتناک نامیده به تحقیق شروع کرده است. ادامه موضوع در گزارش طاهری سفر. جسدهای 39 نفر را در داخل کانتینری ماشین بارکش در منطقه اسکس در جنوب و شمال بریتانیا یافتند. ماموران پلیس را ساعت 1:40 به محل حادثه به یک انبار بزرگ در شهر گریس دعوت کردند. پلیس گفت که ساکن 25 ساله ایرلندی شمالی با اتهام کشتار دستگیر شده است. پرونده هم باز کردند. پلیس حادثه را فاجعه وحشتناک نامید. به نظر ما ماشین بارکش از بلغارستان و با پرام به بندر هالیهد آمده روز 19 اکتبر به بریتانیا رسیده است. وقتی نجات بخشان آمدند کسی زنده نبود. بریس جانسون نخست وزیر و پریتی پاتل وزیر امور داخلی بریتانیا در توییتر نوشتند وحشت زده شدند. در عین حادثه در ماه اوگوست سال 2015 در استرالیا در یک ماشین بارکش در نزدیکی مرز مجارستان جسدهای 71 مهاجر را یافتند. مقامات انتظامی گفتند مهاجران از سوریه بودند. 3 شهروند بلغارستان را در رابطه با این فاجعه دستگیر کردند. امروز سامان محمدبekov قهرمان جهان اوید به جودو را در وطن صدها مخلصش پیشواز گرفتند. هواپیمای خطسیر کراسنویارسک دوشنبه بعد چند ساعت تأخیر به فرودگاه پایتخت تاجیکستان رسید. هواداران جوان پهلوان تاجیک آمدن او را به دوشنبه از هفته گذشته انتظار بودند. سامان محمدبekov بعد 4 سال شرکت در سبقت‌های بین‌المللی 17 اکتبر مدال طلا را به گردنش آویخت. زرانگیز نوروزشو و شادمانی تیم نیز به استقبال سامان محمدبekov به فرودگاه رفتند. فرودگاه دوشنبه روز 24 اکتبر پرآدم بود و بزمگاهی را می‌ماند. با پرچم افشانی و گلدسته و شعارها صدها نفر در اینجا نخستین قهرمان جهان اوید به ورزش جودو میان جوانان سامان محمدبekov را استقبال کردند. سامان شب 17 اکتبر در سبقت قهرمانی جهان اوید به جودو میان جوانان در وزن 73 کیلو غالب آمده اولین مدال طلا را به تاجیکستان آورد. خدا را شکر همین خیل هم شد. من پس از مسابقه در توکیو 2-3 شب خواب کرده نتوانستم. نشانی برنجی را توانستم از خود کنم و به خودم خیلی قهرم کرده بود. با خواست خدا در این سبقت جهانی بین جوانان تا 21 ساله نشانی طلا را صاحب شدم. مسئولین ساحه ورزش کشور گفتند با توجه به نتیجه هایی که سامان محمدبekov در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. بله البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است
از بین جوانان مسابقات کلانسالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبکov به دست بیاورد. مسئولین ورزش کشور در این مراسم اظهار امیدواری کردند که سامان در بازی‌های المپی هم تاجیکستان را با نتیجه‌های خوب معرفی خواهد کرد. خود سامان محمدبکov نخستین قهرمان مسابقات جهان اوید به جودو هم گفت همکنون یگانه هدف او و مربیانش شرکت و پیروزی در بازی‌های المپی است. سامان محمدبکov ورزشکار تاجیک مقیم روسیه از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمدبکov ها است که در شهر ایرکوتسک تمرین می‌کند، اما در تمام سبقت‌های جهانی این پهلوان از تاجیکستان نمایندگی می‌کند. من باوری داشتم که پسرک من سامان جان قهرمانی جهان میشود. گشتگیر شناخته تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو در میان بیش از 80 کشور دنیا با شکست دادن 5 رقیبش در وزن تا 73 کیلو غالب آمد و به مدال طلا و $2500 سرفراز گشت. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیپلمات‌های توجیک به دیدار 3 مهاجر رفتند که در یک زندان روسیه قصد خودکشی کردند. زندانیان گفتند که بنابر بدرفتاری پاسبانان زندان و تنبیه بی‌اساس خواستند که به همین وسیله اعتراض کنند. مومن احمدی با دیپلمات هم صحبت شد که مهاجران را خبر گرفته است و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم و نخست درباره احوال مهاجران پرسیدم. 3 شهروند زندانی تاجیکستان در جمهوری مردویه که 20 روز پیش قصد خودکشی کردند وضعیتشان را خوب ارزیابی نمودند. آنها روز 23 اکتبر در ملاقات با نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بدرفتاری زندانبانها جانشان را به لب آورده بود. مقامات زندانی رقم 22 جمهوری مردویه گفتند که شهروندان تاجیکستان را برای پایمال کردن ترتیبات به اتاق جریمه‌ای انداختند. قبلا پیوندان میرزا علی شاهینوی 35 ساله، میر محمد شیرالیوی 33 ساله و تاج‌الدین شریفی 32 ساله بر رادیو آزادی خبر داده بودند که این 3 نفر روز 4 اکتبر با نشان اعتراض از فشار و اذیت کارمندان زندان رگ دستان خود را بریده بودند. سعید امام کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اوفا روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که کارمندان کنسولگری با 18 محبوس تاجیک از جمله 3 نفری که قصد به جان خود کرده بودند صحبت کردند. از مومن همچنین دایر به ماجرا و سبب‌های تنبیه گرفتن مهاجران سوال کردم. ببینید که محبوسان گفتند که مقامات زندان به نمازخانه‌شان ایراد می‌گرفتند و نافهمی سری همین بود. هرچند نمایندگان سفارت به دیدار زندانیان رفته است، مهاجران گاه میگویند با برخورد نرم با مقامات روسیه در گمان است که وضع تغییر کند. در مؤسسه اصلاحی رقم 22 جمهوری مردویه نزدیک 100 محبوس تاجیک نگهداری می شود. این 3 محبوس اصلا با اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت و زندانی شدند. در مجموع در زندان‌های روسیه بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می شوند و همیشه از شرایط ناخوبی نگهداری گزارش ها نشر می شود. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار همساله به روسیه می رود. تشکر. مومن احمدی بود که از وضع 3 زندانی توجیک بعد قصد خودکشی در محبس روسیه تفصیل داد و بینندگان عزیز اگر شما نیز خبری دارید و ویدیویی دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان بگذارید پس به رقم های ما لطفاً بفرستید. من باشم برمیگردم به تاجیکستان. در تاجیکستان اگر خانواده کم بضاعت اعتراف شود دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. از جمله 400 سومونی در 1 سال و استفاده رایگان 250 کیلووات ساعت برق در ماه. به گفته مقامات خانواده کم بضاعت همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت نکند. اما طوری از شکایت قهرمان گزارشی شعلای عبدالله برمی آید برای اثبات کردن کم بضاعتی گاه سالها باید از در یک نهاد به نهاد دیگر تک و دو کرد. این یک نسخه رسید برق 30 ارزو بیدف است. او همیشه از برق خانه‌اش قرضدار است. برق رو 22 درام کردن. حساب کنید. من اگر نیمی نفقم دارم برق می رود. من دیگه ندارم چرا دیگه چیکار کنم؟
این ساکنی 41 ساله سال 2007 از بالای درخت افتیده ستون مهرش آسیب دید. همچون گروه معیوب یکم اعتراف گشت و 738 سومانی نفقه میگیرد. میگوید این مبلغ برای تامین اویله 4 نفرش نمیرسد و روز از روز قشقتر می شود. اینا خنکی اومده است. لباسی گرم گرفتن در کار کودکان نمیدونم چی کنیم. اینا آخران پنسیه گرفتگی همش آور گرفتیم. نیمی روزوار کردیم تمام پنسیه با همین تمام. اردان 220 سومون جای موده. این خانواده ادعا دارد که بجز نفقه پولی چون یک خانواده کم بضاعت دیگر از یگام امتیاز کمک پولی برخوردار نیست. تلاش‌های همسر زبیدف هم برای اثبات کم بضاعت بودن اویلش به نتیجه انجام یافته است. حجت اینوالیدیش میبرن، تماگرافیاش میبرن، پیسکای بالینسر میبرن. یا ایده این روزا قبول نمیکنن یا کپی کده بیار میگن کپی کده میبرن میسپارن. گفتی روسا با نیسلو خونی دخون. حالا چیسلو بیو میگن همون چیسلو گفتگیشون دارم میرم میگم چی شد میگه که حالی روی کدگیم روی می با ایپشون با یکم روز دیگه میرم میگن حالا قبول کردگی نیستم. قبول شدگی نیست این چیزای شما. مسئولان جماعت کریم اسماعیل میگویند سیار زبیدف ماه فوریه سال روان همچون کم بضاعت اعتراف شد و صاحب امتیاز است. از خرید برق هم اویلش اومد گفت که شوهرم هم خیلی حقیقتا حجتای تصدیق کننده مو ورد درباره شوهرش که حقیقتا همین معیوب خوبای گفته ما امر هم اویل کم بضاعت قبول کردیم اپجون فقط ای نیروی برق هم یا فایز معین قطعی آزاد میکنن. اویله‌هایی که کم بضاعت اعتراف شدند حق دارند که 250 کیلووات ساعت نیروی برق در یک ماه استفاده کنند. سیار زبیدف میگوید این امتیاز برایش خیلی مهم است چون واقعاً برای او که وابسته به صحتیش به گرمی و برق احتیاج دارد پرداخت پول آن آسان نیست. پیش مثال چی میشه دارو میگرفتن حوزی فقط یک پامپرز میرسد دیگر این حالا دیدین. سیار زبیدف چندین سالها برای کم بضاعت شناختنش تلاش کرد. اکنون 7 ماه دیگر برای شناختن حق امتیازش تگ و دو دارد. اداره‌های دولتی باشند برای حل مشکل او انگشت اشارت سوی هم میکنند. حساب کنه که برقی باشد میچرخد و قرض او ضم میشود. بندی در شرق اوکراین تصویر فراق و وحشت عذابی او با آنکه اوکراین و روسیه مسئله ختم مناقشه و سر گرفتن مذاکرات صلح را بررسی میکنند هزاران عائله از هم جدا میمونند. در این باره گزارشی داریم که حالا پیشنهاد شما میشود. 2 سال باز است که سویتلانا شوهرش الکساندر را ندیده است. هر روز به کلیسای در کنار کیف می رود و از خدا می خواهد شوهرش را زنده برگرداند. سویتلانا و اویلش از کیف نیستند. در شهر دونتسک زندگی آسوده داشتند. الکساندر متخصص کلان کارخانه گوشت بود. سال 2014 جنگ آغاز شد. جدای طلبان دونتسک را گرفتند. الکساندر را از جای کار به کیف فرستادند. 26 دکبر سال 2017 وقتی بازگشت خانواده به دونتسک برای تعطیل زمستانه جدای طلبان الکساندر را گرفته بردند. بعد 2 روز تهدید آنها سر شد و من زنگ زدم میگفتند 20,000 دلار بیارم در عکس حال شوهرت را پاره پاره میکنیم. پول نداد و فهمید که شوهرش را در پایگاه جدای طلبان نگه می‌دارند. آنجا یک کارخانه خالی است که مقامات جمهوری مردمی دونتسک به اردوگاه کنسنتراسیونی تبدیل دادند. مردم را غیر قانونی نگه می‌دارند، بیرحمانه عذاب می‌دهند. شوهر من هم آنجا بود. به سویتلانا گفتند که شوهرش به جاسوسی به نفع اوکراین متهم می‌شود. ادعایی که او میگوید پوچ است. بعد آنکه فهمید پسرش را هم بردنی‌اند به کیف گریختند. حالا همراه مادر پیرش لیودمیلا در خانه خرده در کنار کیف زندگی میکنند. ماه گذشته الکساندر را به 14 سال زندان محکوم کردند. ویدیویش که همین هفته در یوتیوب نشر شد همسرش را وحشت زده کرد. لاغر شده و در رویش داغ داشت. در ویدیو الکساندر گویا جاسوسی به نفع اوکراین را اعتراف میکند. وکیلانش میگویند او را مجبور کردند ورقی را بخواند که پیش کمیره گذاشتند. چند هفته پیش اوکراین و روسیه در تلاش برای ختم جنگ اسیرانشان را تبادل کردند.
мутаассифона бо гузашти 2 сол ҳеҷ яке аз асиронро ки дар минтақаҳои ҷудоиталабон дар Донбасс дастгир шудаанд раҳо накарданд. اوکراین میکوشد جنگ تمام شود. در عوض انتخابات آزاد به منطقه‌های شرقی مختاریت بیشتر وعده کرده است. سویتلانا میگوید هیچگاه برگشته نمیتواند. фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ахбори тозаро то нашри барномаи навбатӣ аз вебсайти радиои озодӣ пайдо ва мутолиа кунед. гузоришҳои ҷолиб дар озодӣ видеоканали мо дар ютуб дастрас хоҳад буд. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамона дар хидмати шумо азизон қарор дорад. ман шуморо фардо мунтазир мемонам то мулоқоти навбатӣ. худо нигаҳдор.